بخل چیه؟ انسان بخیل باشه. فلانی موتر داره، چرا داره؟ خانه خوبی داره، چرا داره؟ شخص در خانه خود نشسته هست، انسان بخیل خود را میخوره. شخص پشت اشترینگ موتر راحت نشسته، یا انسان بخیل خود را میخوره. شخص در بالآخره زندگی آرامش قرار داره، انسان بخیل خود را میخوره. انسان بخیل و حسود که بخیل شدن هلاک شدن. تاجر بخیل، قدرتمند بخیل، عالم بخیل، هر فردی که بخل داشته باشه. یک هنرمند، هنری داری برای دیگران یاد بدی. البته هنری که هنر باشه، نه اینکه امروز کارهای فسق و فجور به نام هنر آوردن. هنرمند، کاسب، کسی که کسب داره، یک کسب رو میفهمه، میدانه. نجاری یاد داری برای دیگران یاد بدی، آهنگری یاد داری برای دیگران یاد بدی، برنایی یاد داری برای دیگران یاد بدی. پس به این است که من و شما باید متوجه باشیم این صفت خبیثه و رذیله را زندگی خود دور بسازیم. انسان بخیل حتی محبت نمیکنه برای دیگران. انسان بخیل سلام نمیکنه برادر مسلمان خود را. نمیخواستن که علم و دانش در بین جامعه دیگران و بین خانواده دیگران بالآخر سرایت بکنه و داخل اونها داخل بشه.